مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامعان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. سال 1934 به ابوالقاسم لاهوتی 23 نوامبر سال 34 سمرقند. رفیق عزیز لاهوتی ما، سلام. مکتوب 9 نوامبر نوشته اتان را 19 ماه مذکور گرفتم. موافق خواهش شما از رمان غلامان به کاتب فرموده 14 صحیفه کتابت کناندم که همراه این مکتوب به خدمت می فرستانمش. حالا خودم در رمان غلامان کار کرده ایستادم. شرایط کارم به این طریقه است: هر شب ساعت 2 بعد از نیم شب کار سر می کنم تا ساعت 8 روز. بعد چای می نوشم نیم ساعت. باز از ساعت 8:30 به کار می درایم تا ساعت 4:30. به آنکه چیزی بخورم و چای نوشم کار می کنم. اگر بسیار دل به حال شود 1-2 دانه کنفت می مکم. ساعت 5 کار را گنداشته کوچه می برایم و گازیت می خرم. به این واسطه پایهایم که 14 ساعت دوزانو ماندند می یازند. باز پس به خانه آمده طعام می خورم، چای می نوشم و روزنامه می خوانم. ساعت 7 که شد می خوابم. باز ساعت 2 گویا کسی مرا بیدار می کرده باشد از خواب جسته می خیزم. این مکتوب را هم ساعت 2:30 بعد نیم شب نوشته ایستادم که اولی حوصله است وگرنه خوانده نمی توانستید. اگر کارم لط نخورد امیدوارم که این کار را یعنی غلامان را تا عید 10 سالگی تاجیکستان تمام کنم. از چیزهای تازه که این سال نوشتم این است: به من از انستیتوت تحقیقات پداگوژی مسکو یک مکتوب آمد و در آن مکتوب خواهش کرده بودند که من درباره مکتبی که خودم خواندم، مکتب ابتدایی، یک آچرک نویسم. من این آچرک را در حجم تخمیناً 2 لیست نوشتم. در اینجا ترجمه کننده به روسی به انستیتوت مذکور فرستادم. اگر شما خواهش داشته باشید فرمایید به شما هم نویسنده میفرستانم. البته تاجیکیش را، اما تعیین کنید که با ماشینکه لاتینی چاپ کنانم و یا با عربی دستی نویسانم. درباره فردوسی و شاهنامه او هم تخمیناً 3 لیست چیز نوشته به تاجیکستان فرستادم. بچگان سلامتند، میخوانند. لطفیه هم سلامت است، گویا که وی هم میخواند و هرگز قلم و دفتر را از دست نمیگذارد و می نویسد. اما مادرش آزار پای است. چندگاه است که بستری است. امیدوارم که دلیر و مادرش هم سلامت باشند. با احترام، عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی
ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیاتی استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. علاوه ترجمه حالم را به قدر امکان مختصر نوشتم. اگر شما خواهید باز هم مختصرتر کرده می توانید و از رسم موجوده هم یکیش را فرستادم. عینی. ترجمه حال خودم. 23 نوامبر سال 1934 سمرقند. من در سال 1878 موافق حجت ها، اما در حقیقت در سال 1875 در دهه ساکتره در ریان غیژدوان اکمل آبادی حاضره که از مضافات بخاراست و از آنجا تا بخارا 40 ورست است، در عائله یک دهقان کمبغل تولد یافتم. پدرم از بس که کم زمین بود گاه چرخ آسیا تراشی و بافندگی هم میکرد. من در سن 12 سالگیم در نتیجه یک وبا از پدر و مادر به یک باره یتیم ماندم. با کوشش برادری بزرگم که او در بخارا تحصیل علم میکرد، من هم برای خواندن بخارا رفتم. در بخارا در مدرسه های گوناگون استقامت نموده خدمت های آدمان گوناگون را کرده در سال 1906 تحصیلم را تمام نمودم. من از سال 1904-5 سر کرده به روزنامه ها، گازیته ها آشنا شدم و به حرکت جدیدیسم بخارا اشتراک نمودم. در سال 1917 به مناسبت انقلاب فوریه روسیه در بخارا حرکت جدیدیسم شدت گرفت. در ماه اپریل به مناسبت فرمان اصلاحات برآوردن امیر عکس الحرکت برخاست. عکس الحرکتچیان امیری مرا هم در قطار یک چند جوانان دیگر دستگیر کردند. من در ارک امیر در آبخانه زندان محبوس شدم و 75 چوب زده شدم. از حبسخانه امیر به واسطه کوشش اسکران انقلابی روسیه خلاص گردیده و بیمارخانه کاگان آورده شدم. در آنجا 52 روز خوابیده قدر جراحت‌های چوب امیری به شد. در سال 1917 اولهای ماه ایول از بیمارخانه کاگان به سمرقند هجرت کردم. از آن وقت تا حال در سمرقند زندگی میکنم. در انقلاب بخارا به واسطه قلم خود اشتراک نمودم. در سال 1920 ماه ایون از طرف کمونیستان بخارا به تاشکند دعوت شده در آنجا به حاضری انقلاب بخارا کار کردم. برادر خردیم در سال 1918 از طرف امیر کشته شد و برادر بزرگم در سال 1922 روزانه از طرف باسمچیان بخارا کشته شده خانه‌اش تاراج یافت. من از بسیار خردسالیم در ادبیات کهنه شغل کرده آمدم. شعری بسیار می نوشتم، اما هر شعری که نویسم بعد از یک هفته بی‌معنیگی آن را فهمیده می سوختم. اما اثرهای معلوم خود را من بعد از انقلاب اکتبر و با درس‌هایی که از این انقلاب کبیر گرفتم نوشتم. در سال 1920 جلادان بخارا نام یک پاوست نوشته بودم که آن
در سال 1922 در انقلاب نام ژورنال ازبکی در تاشکند چاپ شده است. در سال 1921-22 به طرز آچرک تاریخ انقلاب بخارا و تاریخ امیران منقیط بخارا را نوشتم که این یکمی اینها در سال 1926 در مسکو، دومشان در سال 1923 در تاشکند چاپ شد. در سال 1925 نمونه ادبیات تاجیک را نوشتم که 40 لیست در سال 1926 با کوشش رفیق لاهوتی در مسکو چاپ شد. در سال 1924 پاوستی آدینه را سرکرده نوشته پیش به روزنامه آواز تاجیک چاپ کناندم که این پاوست به شکل کتاب در سال 1927 در تاشکند چاپ شد و به 8 زبان ترجمه شد. از سال 1927 تا 29 رمن داخونده را نوشتم که این در سال 1930-31 در قزان چاپ شد و به زبانهای گوناگون ترجمه یافت. من در سال 1928 در یک ژورنال ازبکی قولبابا نام یک پاوست نوشته بودم که این را در سال 1932-34 یک رمن کلان 26-27 لیست کردم که ازبکی این در دست تب، تاجیکیش در دست تحریر، روسیش در دست ترجمه است. در سال 1915-16 در زواد پخته قزلتیپه کار کرده بودم که تأثیر آن در پاوست آدینه دیده می شود. من در بخارا بیشترین در مکتب‌های غیر رسمی جدیدی کار کردم. در آخر سال 1916 در یکی از مدرسه های بخارا مدرس شده بودم، اما پس از 6 ماه مدرسی دستگیر شده حبس و چوب یافتم. در سمرقند در سال 1918-19 معلمی کردم. بعد از آن در مطبوعات در خدمت ادبی کار کردم. در نشریات تاجیکی هم محرر ادبی شده کار کردم. در ترمینکوم تاجیکستان خادم علمی شده کار کردم. حاضر پرسنل پنسگیر هستم. در ترمینکوم و ادبیات کار میکنم. نمونه شعرهای کهنه من در تذکره افضلی که در سال 1322 هجری یعنی 31 سال پیش از این تألیف شده است دیده می شود. صدرالدین عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت